سلام پگورا، با من آماده شید بریم یه جای باحال. خب بچه این ماسکو که نشونتون دادم ماسک داخل حمام و بعد حمام بود. اینم آبرسانه. بله اینجوری جست مخفی گرفتم. اینجا سشوار خودم خراب شده بود، این سشوار مسافرتی رو زدم، اومدم ریسم و نورش رو کم و زیاد کنم. دیدم نور از رینگ لایت هم میاد. What؟ یعنی چی؟ چجوری؟ خیلی برام جالب بود. بعد هیدشم روش برفتم گفتم بریش خبر شد و گفتم چرا یه کنترل برای رینگ لایت هم نگیرم. گفتم خود چه کاریه، این که کار همونو میکنه. بعدم من همیشه تو باستن رینگ لایت هم. بله اینجا هم داشتم همین ماسکر رو میزدم بعد حمامیه. بعد دیدم خیلی دیر شده ولی خب انگار بازم به تو و اینجا اومدم گایم کدوم بابلیشو بزنم، این اون اصلا صاف کنم موهامو. خلاصه بافتم و رفتم به سمت لباسا. مونده بودم چی بپوشم دیگه، ولی خب نظرم این سفیده بود چون که یکم باید رسمی پوشیدم. منم عادت به لباسای رسمی ندارم و اینکه نمیدونستم باید چیکار کنم، چه غلطی کنم. همه شلوارام هم زاب داشت و پاره بود. بالاخره پیدا کردم پوشیدم، ولی خب وقتی که اینو پوشیدم دیدم اصلا اینو به هم نمیاد و خب شلوارم هم حالت مام استایل بود و گفتم اینو بپوشم. دیدم اصلا هم زاب داره کلی، هم رنگش نمیاد. اینم که نه، اینم نه اصلا. اینجا وازم چی بود که داشتم این کلاه رو تست می‌کردم، دیرم هم شده بود. بله اومدم سالن رو با 45 دقیقه تاخیر هنرجوی عزیزم رو مشاهده میکنید. بله اینجا هم خواست مامو صاف کنم. خیلی دیر بود، یعنی دیر نبوده ها، استرس داشتم. بعد قبلش هم میخواستیم بریم یکم درینک بزنیم. بعد گفتم بعد زود برسیم دیگه. میخواستم خیلی خوب به نظر بیام، میدونیم بچه ها، نه که عروسیم بود. خدای این هنرجو قد دوستش دارم، خیلی باهوش و باحاله که هم جذیتش کردم. با نمک. اینجا داشتم کرم میزدم که دیگه همزمان که داره مامو صاف میکنه من آرایش بکنم. خب بچه همونجور که مشاهده میکنین من مامو صاف شد. اول تسلیمش کردم و بعدم اتو رو میگیرم میکشم روش. اول اینه در وای میسته. این صدا رو آخر نفهمیدم مال چی بود. anyway خب اینجا نمیکردم، همه جاش صافه، خوشحال و خندون. دیگه بریم سراغ مو اضافه کردن. چه این مو اضافه ها 2 سرباز باید باشه اگه بخواین اینجوری اضافه کنین. حالا 2 شاخه بگیرید، 2 شاخه هم مهم نیست، یعنی که خودتون میتونید 3 شاخه کنین. اگه دوست داشتید تو کامنت ها به هم بگید که براتون یه روز قشنگ از نزدیک که میزنم ببینید، آموزششو بذارم براتون، دوست دارید یا ندارید. بعد اینجا هر وقت من نمیدونم چرا دیرم میشه کلا یه عالم بچانسی میارم. اینجا گیره خورده بود تو هم در نمی اومد، گیره نداشتم، مامو تقصیقا هی میمد تو دست و پام، اصلا اعصابم داشت خورد میشد. توجه کردی یا نه چه جوش مجلسی خوشگلی هم زدم. اینجا بافتمش بالاخره هر چیزی که بود و آره بچه یه دقیقه هم موشون رو حتما قبلش برید بالا چون که بافتم میدن نمیدونم این هم بافتم یه اترا نرسم پایینش هم میگم قیچی کردم که هم قد موهای جلوم شدم که اینجا اومدم آرایشم رو بکنم. میدونید دیگه
اینجا من میخواستم برم عروسی. نوگیری خاطر اینکه خیلی زود بلند میشه. اینجا خیلی روشگونه دارم. وای خیلی شده بعد دیگه همتون میدونید دیگه وقتی یه چشم خیلی زیاد آرایش کنی نباید روش بزنی. یه تینتی برقدر یه چیزی ایناف باشه. دیدید بچه ها ایناف باشه. آره نمیدونم چشم گربه‌ای کنم یعنی اینجوری که از قشنگه. اینجا اصلا حالم با شلوارم خوب نبود پس میگفتم شلوارم عوض کنم. اینجا من تو میدان آرایشگاه انتخاب کنم چی ندارم. اینا چه آخه شلوار اینجوری داشتم یه دوستای بیشورم ازم دزدید. خدا ازت نگذره. او این زیباست. نه جا سفیدش چه خوشی. کرمشو نگاه. چی بگم آقا بایستم چجوری بپوشم. اینجا توی قلبم ببینم بودن تو. افتاری رو میبینید منم شام بخوریم و بعدم برگشتم خونه. و خوشتون اومده باشه تا یه بلگید که بابای تو بزرگی